يسعدنا أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم. رئیسان جمهوری اسلامی ایران و سوریه پس از دیدار دو جانبه که با حضور هیئت‌های عالی رتبه دو طرف برگزار شد، یادداشت تفاهم برنامه جامع همکاری راهبردی دراز مدت را امضا کردند. امروز تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کردیم با مسئولین عالی دولت سوریه و ما در مذاکراتمون با رئیس جمهور محترم و عزیز آقای بشار اسد مباحث مختلفی رو داشتیم، به ویژه در حوزه مناسبات تجاری و اقتصادی و سیاسی و در همه زمینه‌ها زمینه توسعه روابط و مناسبات بین دو کشور وجود داره و دو کشور مصممیم که روابط و مناسبات رو توسعه بدیم، هم بین خودمون هم با کشورهای منطقه. همچنین در حضور آقایان سید ابراهیم رئیسی و بشار اسد 5 سند همکاری در زمینه‌های کشاورزی، مناطق آزاد، نفت، زلزله شناسی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل ریلی و هوایی و نیز به رسمیت شناختن مدارک و اسناد کشتیرانی دو کشور توسط وزیران مربوطه امضا شد. امیدواریم اون چه از تفاهم بین دو کشور امروز منعقد شد، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری که ظرفیت بسیار خوبی بین دو کشور وجود داره، این اجرایی بشه و حتما عملیاتی شدن این تفاهمات میتونه در جهت ارتقاء سطح روابط بین دو کشور تاثیرگذار باشه. رئیسان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پایان دیدار دو جانبه در نشست خبری مشترک تأکید کردند تغییرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نتوانسته بر روابط برادرانه دو کشور تأثیر بگذارد. ما معتقدیم منافع مردم و دولت‌های منطقه با هم گره خورده است. از این جهت هر گونه سود یا زیانی متوجه همگان است. به همین علت ما از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی استقبال کردیم، چرا که معتقدیم این توافق به نفع همه کشورهای منطقه است و با همگرایی این کشورها از دخالت‌های خارجی جلوگیری خواهد شد. آقای رئیسی هم در اظهارات خود با تاکید بر ضرورت خروج هرچه سریعتر نیروهای آمریکایی از سوریه گفت: ما با کشورهای منطقه بنای توسعه مناسبات داریم و این مناسبات رو گسترش خواهیم داد بدون حضور بیگانگان. حضور بیگانگان در منطقه رو ما امنیت ساز نمی‌دانیم. حضور امریکایی‌ها در سوریه رو نه فقط معتقدیم ایجاد امنیت نمی‌کنه، بلکه اخلال در امنیت سوریه امنیت منطقه است. و هر چه سریعتر امریکایی‌ها از سوریه خارج بشن، امنیت سوریه بیشتر تضمین میشه. ناظران سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه را آغاز مرحله جدیدی می‌دانند. مرحله است که شاهد گسترش همکاری‌های اقتصادی میان تهران و دمشق خواهد بود تا هم پیمانان میدان نبرد شریکان اقتصادی مرحله سازندگی در سوریه باشند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.